در فضای شهر کیف خطری نو ظهور کرده است. این دفعه از ایران. اوکراین میگوید که پهپادهای ویرانگر و قاتلی که به پایتخت حمله میکنند ساخت ایران است. ایران میگوید که چنین نیست. روسیه شرح نداده است. سخنگوی کاخ سفید در نشست در واشنگتن درباره استفاده پهپادهای ایرانی و پاسخ امریکا در رابطه با آن صحبت کرد. ایرانی ها واقعیت را نمیگویند و رد میکنند که به روسیه برای جنگ در اوکراین سلاح میدهند. بنا به گزارش ها، ایران حالا در فکر فروش اسلحه بیشتری ویرانگر برای کمک به تجاوز در اوکراین است که گویا ایران مخالف آن است. ما کار را برای تحریمات بر ضد تجارت اسلحه و ضد روسیه و ایران ادامه میدهیم. اما تحلیلگران میگویند که غرب کاری زیاده کردن نمیتواند. آنها همان کاری را میکنند که ماها انجام دادند. بعضی افراد و شرکت و فرماندهان را که سلاح و سیستم ها را میفروشند انتخاب و تحریم میکنند. حالا این کار اثر زیادی ندارد. حکومت امریکا همچنین به حمایت از تظاهرات صدا بلند کرد که ایران را فرا گرفته است. تظاهرات بعد از مرگ یک دختر جوان در اداره پلیس اخلاق در ماه سپتامبر سر زد. حالا چشم جهانیان به سوی تظاهرگران شجاع در ایران است که برای حقوق خود صدا بلند می کنند. نه فقط برای حقوق زنان بلکه همه حقوق دیگر. امریکا هم در کنار آنهاست. امریکا بنابر سرکوب تظاهرگران به ضد مقامات بلندپایه ایران تحریم جاری کرد و راههای دسترسی ایرانیان را به رسانه‌ها در اینترنت و معاشرت با همدیگر آسان‌تر ساخت. عین زمان کاخ سفید نگران است که مذاکرات درباره سازش اتمی با ایران به بنبست وارد شده است. ما انتظار نداریم که سازش به این زودی به دست بیاید. به گفته تحلیلگران، شانس احیای سازش اتمی ایران با کشورهای غربی از زمان آمدن رئیس جمهوری نوی محافظه‌کار به قدرت در سال 2021 کم شده است. بعد انتخابات ایران سازش اتمی به مشکل بسیار جدی گرفتار شد. ایران تا حد دموکراتیا و دیگراندیشی دارد. حکومت نسبت به روحانیان تا یک اندازه تحملگرا است. رئیس جمهوری کنونی در نیت و هدف یک روحانی فوق‌العاده محافظه‌کار است. حالا چی؟ امریکا میگوید رهبران ایران باید به حق مردم احترام گذارند. چیزی که مردم در سراسر شهرهای ایران و بیرون از آن هفته هاست که با برگزاری تظاهرات طلب دارند.